تندوره مال کجاست؟ بازنبور صد گرم 200 دوستان انگولا کاری کردن از این بده هر کدوم شما بگید بازار دارم پروژه رو میکنم. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قرار با هم گردشی داشته باشیم در دوشنبه بازار شهرسوار یا همون تونک آباد. امروز دوشنبه 15 اردیبهشت ماه و ساعت حدود 11 صبح. بازار دوشنبه در شهر شهرسوار در مجاورت رودخانه چشمکیله در نزدیکی پل جانبازان و بازار ماهی فروشان برگزار میشه و عمده بخش اون میوه و سبزیجاته. این بازار از صبح تا غروب ادامه داره و شلوغی و اوج جمعیت اون در غروب و عصره، چون هم مدارس و ادارات تعطیل میشن و همچنین قیمت در اون به نسبت صبح مناسب تره. چون بازار کوچیکه ما توضیحات رو کوتاه میکنیم. فقط یادآوری کنم که چند وقت پیش ولاگ رانندگی در شهر شهرسوار به همراه معرفی خیابون‌ها و همچنین ولاگ بازار ماهی فروشان اون رو در کانال قرار دادیم که در پلیلیست شهر شهرسوار کانال ما موجوده. امیدوارم که از این ولاگ و این بازار لذت ببرید. باش هر روز ماشین گرفتم هسته نشوید. تندوره مال کجاست؟ آره این دیگه این دو انا اونا هم بگیر افتاد. کیلو چنده؟ 30 تومن. هست. هفتاد گوجه 30. 70 گوجه 30. من ببرم اینا ماشین من ببرم دارم میبرم دیگه بده ببرم دستت باز باشه بده من آفرین دخترم اونو بگی پیچ ماما با نهانی نداره نهانی میگه شخصیتش آدمی دیگه 8 ماهی که
اصلا نباش. سیزن کیلو چنده؟ اصلا نباش. کیلو چنده اصلا؟ 350 تومان. با زنبور؟ بازم حالا کجاست خلخال؟ هم نه هم خوی نگه می‌داریم ما من بچه اردبیل هم رامسر خوی زنجان میشه؟ سلام مخلصم 350 بس نه نکن نه اسم قربان شما Hacım bezer aga daima. Dayı, maşur dilay var ayda. Kabağımda maşur dilay var. Abi onu hafta من داشته می‌بردم. والله. حالا چه کیلو چند آجی؟ بله. به 200 تومن است. نیم کیلویه؟ نه نزدیک. بله. باقر 30. Ağalar. قربان. انا 700. 100 گرم 200 تومن آبجی میگم اون هفته وقت ما وقت داشتیم. باقالی کیلو چنده؟ 30 تومن؟ خب کجا نرم تر طبیعی اینو زیاد گشنیز ها؟ بله. آسیاب عکس این کارم دارم نمنشا نعناسیا خربوته کتکوتو توت فرنگی بادمجان کلمی یا درختی
اینجا چیه؟ خسته نباشید. اون جوجه غاز داره؟ غاز چند بدونی؟ 150. خسته نباشید. منظورم چشم. قدیمی های بارون بچه بودیم خاچه اصلا نباشید. سبزی سرخ کرده این جوجه محلی چه چقدر؟ یه 51. که نگه این گاوی محلی ببین از این بزن، اینو دست گذاشتن انگولک کاری کردن، از این بزن. هر کدوم شما میگید آره. نه آقا دستی گذاشتن. بسه؟ آره بس. یا بیشتر شد؟ بس. کره معلی این گوسفندیه، کره گوسفندیه، اونم ماستشه. اینا دوغ گوسفندیه. معلی اینا گوسفندیه. اونم گوسفندیه. اونم پنیر پوستی. آقا دیگه 3 تا دونه اومدیم تشکیل این بده. بذار من این میگیریم کره پنیر گوسفندیه. کنار بازار دارن پروژه رو میسازن. پیاده روی اونم که بازاره. این هم رودخونه چشمگیره. اونم پل کمربندی